اوکی اوکی. خب بچه ها اومدیم چت و چت مارکت، بازار آخر هفتگی بانکوک که شنبه و یک شنبه ها بازه. امروز هم روز یک شنبه است. بزن بریم چی داره و قیمتاش چجوریه. سوری. 200 بات یعنی 300,000 تومان. طول اینجا تقریبا 1 کیلومتره و انواع لباس‌های سنتی، دستبافت و هر چی که بخواین اینجا به ما گفتن داره. حالا ببینیم به چه شکله. کوچه ها سمت چپ و راست بازاره. دما 33 درجه، دما 33 درجه است و یک کوچولو گرمه. واو چقدر بزرگه، نگاه کنید. Let's go. واو چقدر خنکه. تو این گرمای 33 درجه آدم دلش میخواد بخوره. نوش. اینا همون برای سینوزیته، گیاه خنک کننده است، بوش میکنی. چیزای خوبیه. خب اینجا هم که اسانس داره و با روغن فکر کنم. آره اینا اسانس و روغنن. روغنای ماساژ هم دارن. 50 بات یه دونش، 50 بات یعنی 75,000 تومان. دستبند یا مجسمه هاش هم از 80 بات 40 بات زده الی 150 یعنی همون 60-70,000 تومان تا 300,000. شلوغه. چطوره؟ جای خوبیه؟ خب خوبه. چندین بازارچه داره خود بانکوک. اینجا بازار آخر هفته هست. منتها پتونم هم داره که کل روز باز هست و در پلاتینیوم، جنب پلاتینیوم قرار داده. خود مرکز خرید پلاتینیوم که اونجا هم لباس‌های ماساژ هست کلی بهتون نشون خواهیم داد. بریم ببینیم دیگه چی داره. خب یه دونه لباس پیدا کردم، خوشم اومده ازش. همچین طرح شیکی داره، داخلم هست. اگه ببینید نگاه، میخوام تستش کنم، بپوشم ببینم چه جوری میشه. 3,500 อันนี้ PLC เซี่ยงไฮ้ Okay, okay. Reflexible ไซส์ U I can test. Okay, I check Okay, size, thank you. big size ให้ you. Okay. ببینیم اندازه ما رو داره. Size for Big me. size นะเดี๋ยว Yes.เช็คไซส์ big ก่อน Big อันนี้ size. คืออะไรอันนี้ 2x อยู่เช็คซิ 2x ได้ไหมนี่ตัวนี้ Okay. 2x ได้ไหม 2x 3x ได้ไหม big ไหมโอเคไหม خوبه؟ ได้ไหม آره سایزش خوبه. فکر کنم بهم بیاد با این ست کنم. اینجا هم از این طرح باد بزنا هست، خیلی خوشگله، قشنگه. این شلوارا هم برای تای ماساژ خوبه، هم کشی راحت، هم میشه تکنیکای تای ماساژ رو باش انجام داد یا ست کرد با لباسایی که مخصوص تای ماساژ هست. راحت‌تر میتونیم حرکت کششی باشون انجام بدیم. بازار باحالیه، چیزای سنتی اکثرا اینجا. نگاه کنید اینجا هم پر مجسمه است دوباره. واو چه خوشگلن.
تنوع خیلی داره اینجا، از هر چیزی یه تنوعی گذاشتن. جیگرکیه اینجا، همه چی دارن. وای من بدم میاد از این سوسک و عقرب و اینا، خدا رو شکر اینجا ندیدیم فعلا. بیام تو این هوای گرم یه نوشیدنی سرد میچسبه. موهیتو، یه موهیتو تست کنید. خب ما میخوایم یه دونه موهیتو بگیریم، یه دونه هم نارگیل خنک یخی. مرسی، چند خوشمزه باید باشه خنک. Kapun cup. Thank you. خب 2 تا نوشیدنی شد 50 بات، یعنی 75,000 تومان. سوری، مزه‌اش عالیه. خنک. آخره پاییز دما 35 درجه است امروز. مگه میشه؟ میدونیم تست کنیم. واو، خیلی به مذاق ما نمیخوره ولی خب ارزش تستشو داره. اینو نمیدونم چیه، این نارنجیه، یه سوسیس. چیه این؟ این همون جونوره نیست؟ اسمش چی بود؟ لبستر؟ فکر کنم اونه. شکمشو خالی کردن مرغا رو. نارگیل. موزیک زنده هم هست. به به، جای قشنگی. از همه کشورها اومدن اینجا. به شدت چینیا، کره‌ای‌ها و عرب اینجا زیاده و اکثر مغازه ها به زبان چینی و یا عربی صحبت میکنن.
خیابون سمت چپ راست کلا مجددا بازار قیمتاشون هم گرون نیست. کلا قیمت اینجا پایین تره که بازار چت و چک اسمشه. شنبه و یک شنبه ها بازه و قیمتاش نسبت به اکثر بازارهای دیگه پایین تره. اسانس اینجا باز با روغن. وسایل چوبی. این تیشرت هم زده 120 بات یعنی 180,000 تومان. وسایل ماساژ چوب استیک 55 بات 35 بات هم 50,000 تومان دونه. این هم برای کف پای، ماساژ کف پا. Hello, welcome to Walking Street, Thailand. فصل مسافر الان آخر پاییز اول دی، نزدیک به کریسمس بیشتر میان از کشورهای دیگه. جشن باشکوهی داره و ما هم احتمالاً بتونیم تا کریسمس بمونیم اینجا. 150 بات 180,000 تومان، نه 220 تومان. شکلاتاشون بسیار خوشمزه است، میوه های خشک طعم خوبی دارن. Jako za 500 korun docela dobré. من همیشه به این فکر می‌کردم یه زن و شوهر با هم ازدواج کنن، مثلا مرد سفید پوست زن سیاه پوست، بچه‌شون چه شکلی میشه. الان اینا بچه‌شون یکشون سیاه پوسته، بچه‌ای هم که پشت خانم سفید پوسته. جالبه. خب حالتون چطوره؟ اینجا به شدت ریلکس و آروم، در عین شلوغی همه ریلکس، همه آروم، انرژی خوب در جریانه و کلی با شما خوب رفتار میکنن و رفتار تایلندی‌ها به شدت مهربون، ریلکس و آرومه و اکثرا تسلط به زبان لاتین دارن و میتونن راحت انگلیسی صحبت کنن. اینجا هم از این پوماده سردرد داره یا برای سینوزیت، برای درد کمر، شانه. قیمتاشون هم مناسبه، احتمالاً چند باکس بگیریم. واو کوچولو خوابیده. جای شما خالیه واقعا اینجا باشین، یه عالمه دوست دارین خرید کنید. ما نمیدونیم چی بخریم الان، همه چی هست، همه چی هم قیمتش مناسب، ولی خب فضا نداریم. اگر نه دوست داشتیم هر چیزی یه نمونه برداریم، ولی خب بدیش اینه دیگه، مسافر بیشتر از 30 کیلو بار نباید داشته باشه برای هواپیما.
60 بات 60 بات 90,000 تومان. چطور قیمت هاشون؟ حتما در کامنت ها بنویسین و چه اطلاعاتی رو در مورد تایلند میخواین بنویسید که ویدیو بگیریم. واو چقدر مسیر داره. این مسیر اینجاست تا آخر، یه مسیر از این ور، یه مسیر از اینجا. خیلی بزرگه. جالب اینجا فقط شنبه و یکشنبه ها بازه. اینجا شنبه یکشنبه روز تعطیل اینجاست و بازار آخر هفته بانکوکه. چتوچک مارکت. قشنگه. سنگ نمک. قیمتش رو 670,000 تومان زده. سنگ کلا خوبه، انرژی های منفی رو میگیره. شبیه سنگ ماساژه. باحاله. خیلی حس لطیفی میده. 160 بات. آره تقریبا 220 تومن. یه دونه از این سنگا دارم من، سنگ یشم اسمشه، شبیه به اینه. مثلا 600 بات 900,000. اینجا نباید ته سیگارتو بندازی زمین، فوراً جریمه میشی. و اینکه آشغال دستتو حتی ریزم باشه بذاری زمین جریمت میکنن. رو نظافت خیلی حساسن و عالیه این رفتارشون. باعث میشه که همیشه مسیر شلوغشون هم تمیز بمونه. 2 تا خیابون اصلی داره اینجا به طول 1 کیلومتر که سمت چپ و راستتون کوچه هست و پر لباس ها و دست بافتنی های خودشون و پومادهای ماساژ، ابزار چوبی، هر چی که بخواین، کفش، لباس، خوراکی‌ها. قیمتاشون هم کلا نسبت به تمام بازارهای بانکوک ارزون تره. چتوچک مارکت. Thank you.ร้านก็มีแล้วเข้าห้องน้ำก่อนนะ
โอเคโอเค You can put shoes in here. โอเค Okay. Yeah. นี่ไงมาสลับกับพี่เอาใช่พี่เอาร้านไหนวะที่โบมันซื้อเนี่ยนู่นเนี่ยมันบอกเดินเลยเนี่ยไปถามไม่นี่เลยร้านที่โบซื้อส้มตำอ่ะรอบยังไม่ได้ อันนี้ถ้ารอบจะเกือบแล้วเนี่ยขาย20 บาทวันนี้น่าจะอยู่ที่8 ถึง 9 8 ถึง 900ได้ดอกมัน200เมื่อวานได้ไม่ถึง200เลยما ماساژمون رو دریافت کردیم، عالی بود. کاپونکاپ. بعد یه پماد خنک کننده به پاهامون زدن، این حس گرمی و داغی رفت چون دمای بیرون 33-34 درجه است، ولی خب این پماد رو میزنن پاهات کلا خنک میشه و فوت ماساژ خیلی ماساژ خوبیه. اینجا هم قیمتاش مناسب، فوت ماساژ 30 دقیقه 150 باته، یعنی همون 220,000 تومان خودمون. فوت ماساژ با ماساژ پشت 200 باته میشه 300,000 تومان. یکم بیا جلو اینا رد شن. آره عالی بود، عالی. جای شما خالی.
ที่